در همینجا هست و یکی از خواهرای عزیز ما مصروف کار هستن و به خصوص کار سیمساری. صحبت‌هایشان را می داشته باشیم. سلام و وقتتان بخیر. سلام علیکم. خوب هستین؟ وقت شما بخیر. زنده و سلامت باشین. تشکر از اینکه بر ما وقتتان را دادین. نامتان چی هست؟ اسم من نادیه احمدی است. بسیار عالی. بانو احمدی عزیز، چطور است زندگی؟ بخیر میگذره؟ خوب است، میگذره. زندگی است دیگه، یا کمی کاسی داره. چی کنیم با زندگی؟ باید ما مبارزه کنیم. دقیقاً. چند مدت میشه که در این مارکت شما دکان گرفتین و مصروف کار هستین؟ ما چون از این کارم که میشه، من از 14 سال یک دکان سیمساری داشتم سرک سی قلعه فتلا و بعدا اینجا انتقال کردم به خاطر هم خیاطی دارم و هم سیمساری دارم. در کل اینجا مصروف بله هر دو شغل هستین؟ بگنه خیاطی هستم و مصروف سیمساری. بسیار عالی.